منهاج‌الدین حاجی‌معطوف معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان روز 10 می در نشست خبری مشترک در دوشنبه به عملکردها در این راستا از جمله از سرگیری پروازها میان تاشکند و دوشنبه و برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکستان در دوشنبه اشاره کرد. با گفته وی تنها در این نمایشگاه 160 شرکتی بزرگ ازبکستان 1500 نوع محصولات را معرفی کردند و در دایره نمایشگاه میان شرکت‌های خصوصی دو کشور به مبلغ 50 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا شد. شمس‌الدین اورونبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در این نشست خبری گفت که تحولات در روابط میان دو کشور راه را برای سفرهای هنری و هنرپیشه ازبکستان باز کرد و در جشن نوروز بین‌المللی در تاجیکستان در سال جاری گروه آوازخوان‌ها تحت رهبری مردان مولانوف سراینده سرشناس ازبکستان شرکت کردند. در نظر است سراینده معروف استراد ازبکستان یلدوز عثمانووا در اواخر ماه جاری با برنامه بزرگ کنسرتی بازگشت دوست به تاجیکستان می آید. این سراینده دوام 8 سال اخیر به تاجیکستان نآمده بود. شمس‌الدین اورونبکزاده و میرحاج‌الدین حاجی‌معطوف در این نشست خبری نقش این تدبیر فعلی ازبکستان در تاجیکستان را مهم خوانده و گفتند که این چاره‌بینی فرهنگی مثل پلی ارتباطی است که راه را نه تنها برای توسعه همکاری‌های فرهنگی بلکه رشد بخش‌های دیگر از جمله همکاری‌های سیاسی و اقتصادی باز خواهد کرد. معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان در این رابطه گفت که روزهای فرهنگی کشورش در تاجیکستان اقدام نخستین بوده و در آن شماره محدودی هنرمندان شرکت می‌کنند. به هیئت هنرمندان ازبکستان که برای شرکت در روزهای فرهنگی آن کشور به تاجیکستان آمده‌اند سراینده‌های سرشناس چون غلامجان یعقوبوف و سوینج مومینووا که در تاجیکستان هواداران زیاد دارند و انسامبل دولتی ترانه و رقص ازبکستان شامل می‌باشند. معاون اولی وزیر فرهنگ ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عدم شرکت شاعران و نویسندگان ازبک در همایش فرهنگی اظهار نظر کرد. منتظم از o'tadigan tadbirlarimizda albatta adabiyot ahllari ham ما با مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان به سازش رسیدیم که در سال جاری دهه ادبیات و صنعت ازبکستان در تاجیکستان را برگزار کنیم. برگزار کردن روزهای فرهنگی فرصت و خرج زیاد می خواهد. ما برای آمادگی فرصت خیلی کم داشتیم. روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان همگی 3 روز ادامه خواهد کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز به نوبت خود گفت که بر اساس توافق میان وزارت‌های فرهنگ دو کشور در نظر است در ماه‌های مارت یا اپریل سال آینده در شهر تاشکند روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان برگزار شود. شمس‌الدین اورونبکزاده افزود که میان تاجیکستان و ازبکستان برای سالهای زیاد همکاری فرهنگی و هنری تقریبا وجود نداشت و هنوز در سال 1998 قرارداد حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان به امضا رسیده بود ولی طی این سالها عمل نمی‌کرد.